یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مومنین داخل شدین در اسلام با هم بخشش. یکم تو رو ببینی میگم نماز تا بخوان آخرت تا جور کن، مال چی با دیگهش؟ ایمان چه قسم ایمان؟ نماز تا بخوان، قمار نزن، چرخ نزن، غیبت نکو، خلاص. میخوای چی شدی تو؟ تنها نماز خودت هم نجات دادن نمیتون. و بعض دیگر ببینی که میگه تبلیغ بکو با مردم بگو، دلش دیگه ما مسئولیت خود از گردن خود نه خلاص کنیم. و ما علینا الا البلاغ، با بالای ما نیست مگر رساندن، ما فقط میرسانیم. این که چی میشه آینده چی گپ است ایوریچ، ما فقط میرسانیم. ما رو چی بدیگه؟ مولوی صاحب اکثرش کارش همیست و ما علینا الا البلاغ. و کل اسلام هم تبلیغ کرده خود نمیتونه. در این وقت کل اسلام تبلیغ کنی نه آسان کنی. و هم بسیار نیرو میخواه و هم بسیار ایمان قوی میخواه. کلش یه چیزی رو تبلیغ میکنه، مثلا زنا نکنین، تلویزیون نبینین، در مدرسه نرین، زنایتان نمانین، بیجابی نکنین، این خلاص مگردن خدا خلاص، حرام نخور، رشوت نخور، او رشوت خور، او بیدین، خلاص دیگه مگردن خلاص. یه قدر خواهر که میتونه بگو، از او زیاد بگو مرد هستی. فسادها و کفر رد کو، کفر صریح که دی میبینی به چشم او را هم نمید. برینا و قیاب خودم مسکو هم که مرکز روس است، هر کس میگه زنا نکوی نکو با داخل بگو و ما علینا الا البلاغ، با بالای ما خلاص شد وظیفه ما. میخو همون تبلیغ کاش که صحیح بکنه او را هم نمید. و دعوت که تربیه کنه ای خوب بسیار کم، کاش که میکنه مولوی صاحب دعوت کنه، یعنی تربیه کنن صحیح قرآن حدیث درس بتا با مردم و در ارتباط باشه. همین تربیه کنه، از اونا خودش یه چیز جور میشه دیگه. بسیار کارم نکن که او را نمیکنن و این که قتال بکنن او خب باز بخی عملا تطبیق کنن، این خب بسیار کم هست. گینال اسلام کلش همیست که ما کلش باید انجام بدیم و مرحله به مرحله باید پیش بریم، عقب نشینی نکنیم. اینی را میگه ادخلوا فی السلم کافه و این مسئولیت کل ما و شماست. خب این مسئولیت تنها از مولوی صاحبان نیست، حالا هر کس که اسلام یاد گرفت باید تمام قدر وظیفه خود انجام بده. و این حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید بلغوا عنی ولو آیه، یک آیت هم که یاد گرفتین برسانید و با مردم در ارتباط باشید. تحیت مشتاق كثير التعلق جرى ذكر من أهوى فزاد تشوقي.